مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که صبح بر وقت 7 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 0:35 دقیقه راننده افت تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 3777 ZA01 نظیرف خالق جان سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه قاسموف هنگام حرکت توسط کوچه رودکی در روبروی بنای سابق مرکز تحقیقات استراتژیکی بنابر بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به پنجره های کنار راه برخورده است. در نتیجه 2 متر مربع سنگ های آرایشی و 20 متر پنجره های کنار راه پوره کورنوش هم گردیدند. همزمان در نتیجه صدمه مذکور یک جوان 30 ساله ساکن شهر دوشنبه جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند.